اقدام همین معلم بودن. برای همین من میخواستم که این کسی یک دعا کنن و ما کاری خودمون رو سر کنیم. رحمت کلام. سخن خوب گفتن، یک دعا، یک کف دعا همه کار را پیش میبرد. من باید به شما مراجعت کرده گویم که ما ملتی بالای نژاد باید یک چیز را هیچ از خاطر نبریم، شکرانه. من همین روز شکرانه آن که با دستگیری به واسطه جناب عالی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان ما شرایط فراهم آوردیم که این چهاربینی ها را بزنیم. این چهاربینی هایی که هم قدردانی هست، هم موقع زن را بالا می‌کنه و از همه بهترش فعال می‌گرداند. و این به آن می‌بیارد که این فعالان سهم خودشون برای رشد اقتصادیات، سیاست و دیگر سهم گذارند. و امروز من چهره که این کس گفتم مادری 82 ساله در اساتید قریب 27 سال شده رهبری میکنم و همه شمایان غالبان و در سیمای شما تمام دختران تاجیکستان، بانوان و زنان اول و اول سلامتی آرزو. سلامتی نباشد این پولهای ما هم تو میماند. پولم یابیم و نکوکار نباشه. اگر پول یابیم نکوکار نباشه ما انسانی خوب شده نمیتوانیم. از من خبر نشدید. وقتی که انسان از این دنیا میرود میگویند که آدم خوب بود. برای همین آدم خوب بودن باید نکوکار باشه. و همه شمایان سری تعظیم و من نمیتوانم نگویم که در پهلوی ما تشکیلات های جمعیتی ما نماینده های جامعه شهروندی هستیم. اگر پوشیده قادر نباشم دختری زیبایی که ما اون کسا دخترم بر حساب میکنم کمیته کار با زنان و نوشابادون نباشم ما کارمون پیش نمیرم. با آنهایی هم منت داریم و بانک ملی وقتی که 16 سال ما با کنفرانسی گذرانده و من تکلیف کردم اول آنها نخواستم اما من 5 سال مکتوب نوشتم نام رئیس و این کار شد. برای من برای چی میگم در هر یک کار باید که پای در پای طلب کنید و همه تا زیبا جان دیدید که باید کمسمولیت ما زیبا جان قدید از دور کمسمولی کار میبریم و همه شمایان و غالبان مخصوصا آرزوی آن را دارم که بچه های شما، نبیره های شما، عبیره های شما در همین سالها غالب باشد. خوش آمدید، نوری دیده تاجستان.